سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من سحرم. خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. قراره که اینجا وارد دنیایی از هنر بشیم. من عاشق هنرم و از اونجایی که خیلی خیلی کنجکاوم سعی میکنم که از هر هنری یه بخش خیلی کوچیکیش رو حداقل یاد بگیرم که بتونه به دردم بخوره. ولی تخصص اصلی که دارم توی بحث پتینه هستش. پتینه اجسام، تابلو و دیوار. و سعی میکنم که تجربه خودم رو از هنر پتینه و هر هنری که یاد گرفتم در اختیار شما هم قرار بدم. اگه دنبال این هستی که هنرهای پرکاربرد یاد بگیری و فقط چند دقیقه از روزت رو با خلاقیت و طرح و رنگ پر بکنی، اینجا دقیقاً همون جاییه که باید باشی. اگه به این سبک محتوا علاقه دارید، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و اینکه هر پیشنهادی هم که دارید در رابطه با آموزشایی که قرار براتون بذارم توی کامنت برام بنویسید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش اول، اینم بهتون بگم که لایک و حمایت شما باعث دلگرمی من میشه و اینکه باعث میشه که من کلی انرژی بگیرم و بتونم کلی آموزش‌های خوب براتون بذارم. این یه مینی دراور سکشوه که به عنوان نظم دهنده جای اکسسوری ها اینا میتونید ازش استفاده بکنید. بیس خام چوبیه و ما قراره که با رنگ و پتینه خوشگلش بکنیم و کاربردیش بکنیم. قراره که اینجا به صورت کامل مراحل رو ببینید و یاد بگیرید که برای خودتون بتونید به راحتی درستش بکنید. حالا برای اجرای کارمون به یه سری ابزار و متریال نیاز داریم که اینجا میخوام بهتون معرفیشون بکنم. اولین چیزی که نیاز داریم رنگ‌های اکریلیک هستن. حالا شما بسته به طرحی که قرار هست روی کارتون بیارید میتونید از رنگی که خودتون مد نظرتون هستش استفاده بکنید. من رنگ سبز و اوک رو انتخاب کردم. متریال دیگه که میخوام استفاده کنم واکس کهنه‌کاری و رنگ اسپرسو هستش. ابزار دیگه‌ای که میخوام توی کارم داشته باشم یک قلموی نرم و سرتخت برای اجرای یک دست رنگ روی کارم هستش. از سنباده میخوام استفاده کنم که سطح کارم رو صاف و یک دست بکنم و پستی بلندیاش رو بگیرم و در نهایت به یک طرح نیاز دارم که کاغذ دکوپاژ بالکی هستش و برای اجرای این طرح هم میخوام از چسب دکوپاژ یا چسب چوب رقیق شده استفاده کنم. کدهای رنگی و برندشون هم توی کپشن براتون مینویسم، پس حتما کپشن هم بخونید. خب حالا اولین کاری که انجام میدیم اجرای سنباده توی همه قسمت‌های سطح کارمون هستش. چون بیس چوبی خام ناصافی زیاد داره، مثلا لبه‌های کار زبری زیادی داره و ما قبل از اجرای رنگ و پتینه باید حتما زبری رو بگیریم که در نهایت رنگ که روی کارمون میاد کاملا یک دست باشه روی زمینش و اینکه هر چقدر که نقص داشته باشه کار شما بعد از اجرای رنگ خودش رو میکشه بیرون. پس حتما اجرای سنباده رو انجام بدید توی این مرحله. یراقالات کارتون رو هم در بیارید. حالا اگر پیچی روی کارتون بود، قفلی روی کارتون بود، اونا رو میتونید در بیارید، دستگیره یا هر چیزی که بتونید هم راحت تر سنباده بزنید هم رنگ بزنید. حالا من اینجا رنگم رو داخل پالتم میریزم. همه قسمت های سطح کارم رو به جز قسمت جلوی کشوها میخوام رنگ کنم، چون اون قسمتی که قرار هست کاغذ دکوپاژ بیاد و این رنگ هیچ تأثیری توش نخواهد داشت. قبل از اجرای رنگ میتونید که غلظت رنگتون رو با استفاده از آب تنظیمش بکنید که روونتر روی کارتون حرکت بکنه رنگتون. بعد شروع میکنیم با همون قلموی نرم و سرتخت همه قسمت های کارمون رو از این رنگ اجرا میکنیم. برای اینکه رنگامیزی یک دسته و بدون رد قلمی هم داشته باشیم روی کارمون یه سری نکات باید رعایت بکنیم که من همه اونا رو توی کپشن براتون مینویسم، حتما بخونید که میتونه کمکتون بکنه. بعد از اجرای رنگ میریم سراغ اجرای کاغذ دکوپاژمون. از هر طرحی که دوست داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم. من کاغذ دکوپاژم رو به اندازه‌ای که میخوام روی اون قسمت اجرا بکنم یک کوچولو اندازه نیم سانت بیشتر سعی میکنم که برشش بدم، یعنی از هر طرف نیم سانتی میذارم اضافی بمونه و بعد روی کل اون قسمت و اون محدوده که میخوام کاغذ رو قرار بدم، طرح رو میخوام بچسبونم، میام و از چسب دکوپاژ استفاده میکنم. چسبتونم اگر خیلی غلیظ بودش میتونید که با آب رقیقش بکنید. تو همه قسمت ها چسب رو اجرا میکنم و بعدم کاغذ رو به آرومی روی سطح کارم قرارش میدم. حالا با استفاده از دستمون یا یک وسیله مثل کارت میتونیم که کاغذ رو روی سطح کار بخوابونیم که چسب همه قسمتاش برسه و هوا زیرش نمونه، یعنی هوای زیرش رو خارج میکنیم. و برای لبه های کارم سعی میکنیم که از چسب بیشتری استفاده بکنیم که به خوبی بچسبه توی اون قسمت ها. بعد از چسبوندن کاغذ دکوپاژ اجازه میدیم که کاملا خشک بشه چسبمون و بعد میریم با استفاده از سنباده اون لبه های اضافی که گرفته بودیم رو از روی کارمون برمی‌داریم. این باعث میشه که لبه های کارتون نازک‌تر هم بشه و خیلی تمیزتر بشه کارتون.
بعد که قسمت‌های اضافی کاغذمون رو گرفتیم دوباره از همون چسب دکوپاژ استفاده می‌کنیم، همون که زیر کاغذ زده بودیم دوباره روش هم استفاده می‌کنیم که کاملا تثبیت بشه و هیچ مشکلی براش پیش نیاد. توی این مرحله برای اینکه قسمت بالای دراور روی کوچولو از سادگی در بیارم از رنگ اوکر استفاده میکنم، اونم چون گلای این رنگی روی کاغذ دکوپاژم دارم و با استفاده از همون قلموی نرم و سرتق تو قسمت لبه های کارم تاش میزنم، یعنی قلمو رو آغشته میکنم به رنگ، شدتش رو زهرش رو میگیرم و بعد میارم روی لبه های کارم به آرومی رنگ رو میکشم، جوری که فقط یه ردی از این رنگ تو قسمت لبه های کارم بیفته، نمیخوام که تو همه قسمت های رنگ رو داشته باشم. در نهایت برای پختگی کار توی قسمت کشوها، لبه کشوها و برای قسمت روی دراورم میتونم که از واکس کهنه‌کاری استفاده بکنم. رنگش هم رنگ اسپرسو هستش. سعی میکنم که تو قسمت لبه های کار تیره تر بزنم، هرچی که به سمت وسط کار میام شدت رنگم رو میگیرم و فشار دستم رو هم کمتر میکنم. حالا برای اینکه اون طرحی هم که روی کار آورده بودیم پخته تر بشه و یه کوچولو کهنه تر بشه و قشنگ تر بشه، از همون واکس توی لبه های طرح هم استفاده میکنم. اون 4 تا گوشش هم سعی میکنم که یه کوچولو تیره تر بزنم که بیشتر خودش رو نشون بده. بعد از اجرای تمام این مراحل یرقالات کار رو هم نصبش میکنیم و حالا مینی دراور خوشگل ما آماده شده. میتونیم ازش به عنوان جای اکسسوری، جواهرات یا حتی جای نخ و سوزن استفاده بکنیم. امیدوارم که دوستش داشته باشید و حتما اجراش بکنید. لایک یادتون نره و اینکه هر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها ازم بپرسید و حتما پیشنهاد بدید که آموزش‌های بعدی چی باشن.